کتاب پیدایش باب 4. قائن و هابیل. پس از آن آدم با زنش حوا همخواب شد و او آبستن شده پسری زایید. حوا گفت خداوند پسری به من بخشیده است. بنابراین اسم او را قائن گذاشت. حوا بار دیگر آبستن شد و پسری زایید و اسم او را هابیل گذاشت. هابیل چوپان و قائن کشاورز شد. پس از مدتی قائن مقداری از محصول خود را به عنوان هدیه نزد خدا آورد. هابیل هم اولین بره گله خود را آورد و قربانی کرد و بهترین قسمت آن را به عنوان هدیه به خدا تقدیم نمود. خداوند از هابیل و هدیه او خوشنود گشت، اما قائن و هدیه او را قبول نکرد. قائن از این بابت خشمگین شد و سر خود را به زیر انداخت. خداوند به قائن فرمود چرا خشمگین شدی و سر خود را به زیر انداختی؟ اگر رفتار تو خوب بود قربانی تو قبول می شد، ولی اگر خوب نباشد گناه نزدیک در کمین توست و می خواهد بر تو مسلط گردد، اما تو باید او را مغلوب کنی. بعد قائن به برادرش هابیل گفت بیا با هم به مزرعه برویم. وقتی در مزرعه بودند قائن به برادرش حمله کرد و او را کشت. خداوند از قائن پرسید برادرت هابیل کجاست؟ او جواب داد نمیدانم، مگر من نگهبان برادرم هستم. خداوند فرمود چه کار کرده ای؟ خون برادرت از زمین برای انتقام نزد من فریاد می کند. الان در روی زمین ملعون شده ای و زمین دهان خود را باز کرده تا خون برادرت را که تو ریختی بنوشد. وقتی زراعت کنی دیگر زمین برای تو محصول نخواهد آورد و تو در روی زمین پریشان و آواره خواهی بود. قائن به خداوند عرض کرد مجازات من بیشتر از آن است که بتوانم آن را تحمل کنم. تو مرا از کار زمین و از حضور خود بیرون کرده ای. من در جهان آواره و بی خانمان خواهم بود و هر که مرا پیدا کند مرا خواهد کشت. خداوند فرمود نه، اگر کسی تو را بکشد 7 برابر از او انتقام گرفته خواهد شد. پس خداوند نشانه‌ای بر قائن گذاشت تا هر که او را ببیند او را نکشد. قائن از حضور خداوند رفت و در سرزمینی به نام سرگردان که در شرق عدن است ساکن شد. فرزندان قائن. قائن و زنش دارای پسری شدند و اسم او را خنوخ گذاشتند. قائن شهری بنا کرد و آن را به نام پسرش خنوخ نامگذاری کرد. خنوخ صاحب پسری شد و اسم او را ایراد گذاشت. ایراد پدر مهویائیل بود. مهویائیل دارای پسری شد که اسم او را متوشائیل گذاشت. متوشائیل پدر لمک بود. لمک 2 زن داشت به نام عاده و زله. عاده یابال را به دنیا آورد و یابال جد چادرنشینان و گله‌داران بود. برادر او یوبال جد نوازندگان چنگ و نی بود. زله توبل قائن را زایید که سازنده هر نوع اسباب برنزی و آهنی بود و خواهر توبل قائن نعمه بود. لمک به زنان خود گفت به حرفهای من گوش کنید. من مرد جوانی را که به من حمله کرده بود کشتم. اگر قرار است کسی که قائن را بکشد 7 برابر از او انتقام گرفته شود، پس کسی که مرا بکشد 77 مرتبه از او انتقام گرفته خواهد شد. شیس و انوش. آدم و زنش صاحب پسر دیگری شدند. آدم گفت خدا به جای هابیل پسری به من داده است. پس اسم او را شیس گذاشت. شیس دارای پسری شد که اسم او را انوش گذاشت. و از این موقع بود که مردم پرستش خداوند را آغاز کردند. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید و این افتخار رو به من دادید تا کلام خدا رو برای شما بخونم. خدا رو شکر به خاطر وجودتون و خداوند به تک تک شما برکت بده. آمین.